ادیسون که برق را اختراع کرد در جهنم است، مگر می شود چنین کسی که خدمت بزرگی به بشر کرده در جهنم باشد؟ باید دید که این اختراعات غرض چی بوده، نیت چی بوده از این اختراع. بله دیگه، نیتش مهمه. اگه ادیسون برق رو اختراع کرده باشه که مثلا 150 سال بعد یکی مثل ایشون بتونه با استفاده از پروژکتور و دوربین و میکروفون بیاد اینا رو تو تلویزیون بگه، قطعا جاش تای توالت جهنم هم نیست. حالا بهش ارفاق کردن فرستادنش اونجا، در واقع جایزه بهش دادن که راحت زندگی کنه. ایشون که تو اهل جهنم هست به خاطر بی ایمانیش، تو جهنم هست ولی معذب نیست. بله، معذب نیست. خیالت نگرانش نباشین، معذب نیست. اونجا یه کولر گازی و یه یخچال دادن بهش با یه مقدار پماد سوختگی. میگن اینا جایزته که برق اختراع کردی. فقط به بقیه ندیا. اونا هیچ کدوم هیچ اختراع نکردن. بذار جزغالشان صدای اعمالشون رو ببینن. لسان روایت اینه که در یک محفظه خاصی قرار میگیره که از جهنم رو آتش رو نمیسوزونه. آها، سویت اختصاصی دادن بهش، فول فرنیش.